ما امروز احتیاج داریم که حسین ابن علی رو به دنیا بشناسانیم. دنیای دچار ظلم و فساد و دناعت و لعامت محتاج معرفت آزادگی حسینی و حریت حسینی است. امام حسین علیه السلام معرفی بشود به دنیا، اسلام معرفی شده است، قرآن معرفی شده است. امروز با صدها وسیله علیه اسلام و علیه معارف اسلامی تبلیغ می شود. در مقابل این حرکت خصمانه جبهه کفر و استکبار، حرکت معرفت حسینی می تواند یک تنه سینه سپر کند، بایستد، حقیقت اسلام را، حقیقت قرآن را به دنیا معرفی کند.